زمانی که مهاجم روبروت وای میسته و میخواد ایجاد که درگیری بکنه، اولین کاری که میکنی اصلا حدالامکان درگیر نمیشی، با صحبت حلش میکنی. آقا باشه تو درست میگی، راه تو بکش برو. اینا واسه تو مسابقات نیست، فقط واسه بیرون که از خودت دفاع بکنی. زمانی که این حالت میاد جلوت وای میسته، اولین کاری میکنی دو تا پا در امتداد هم نباشه، یه پا جلو یه پا عقب، سرسینت هم بالا. زمانی که ضربه بهت میزنه زن میانت گوشه دیوار، نگاه کامل داره تو رو خفه میکنه، فشار بده، دست و پا نزن، دست راست میاد سمت دست مخالفش، میدم پایین، از سمت زیر بغل میدم داخل، گردن رو میگیرم، اینجا مال منه. حالا با آرنج قفسه سینش، جناق سینش ضربه میزنی انداختی ولش نمی‌کنی، بزن، انقدر بزن تا دیگه فراموش کنه. وقتی میگن درگیر نشو، درگیر نشه. بفرست برای دوستات.